قسمت اول. چرا وسط یک گفتگو ناگهان چیزی برای گفتن نداریم؟ همه ما این لحظه را تجربه کرده ایم. در جمع دوستان، در اولین قرار ملاقات، در یک مصاحبه شغلی یا حتی هنگام صحبت با همکار جدید. گفتگو به خوبی پیش می رود، اما ناگهان سکوت. چند ثانیه‌ای که شاید در واقع فقط 3 یا 4 ثانیه باشند، اما برای ما مثل چند دقیقه می گذرند. در همان لحظه ذهنمان شروع می کند به قضاوت کردن. چرا هیچ چیزی یادم نمیاد؟ الان حتما فکر می کند آدم خسته کننده‌ای هستم. کاش یک موضوع خوب پیدا کنم. و هرچه بیشتر تلاش می کنیم چیزی پیدا کنیم، ذهنمان خالی تر می شود. جالب اینجاست که بیشتر مردم تصور می کنند مشکلشان این است که حرف جالبی برای گفتن ندارند. اما روانشناسی می گوید حقیقت دقیقاً برعکس است. مشکل این نیست که چیزی برای گفتن نداریم. مشکل این است که آنقدر حرف برای گفتن داریم که مغزمان نمی داند کدام را انتخاب کند. اجازه بدهید مثالی بزنم. فرض کنید دوستی به شما می گوید هفته پیش از سفر برگشتم. در همان چند صدم ثانیه ذهن شما 10 ایده تولید می کند. کجا رفته بود؟ هوا چطور بود؟ من هم مدت هاست دوست دارم سفر بروم. رنگ پوستش هم انگار برنزه شده. حتما کلی عکس گرفته. شاید اتفاق جالبی هم برایش افتاده باشد. تمام این فکرها تقریباً همزمان وارد ذهن شما می شوند. اما ناگهان صدای دیگری ظاهر می شود. نه، این سوال خیلی معمولیه. اون یکی شاید بی‌ادبانه باشه. این یکی خیلی بی ربطه. نکنه مسخره به نظر برسم. و در کمتر از چند ثانیه تمام گزینه‌ها حذف می شوند. نتیجه؟ سکوت. دشمن اصلی گفتگو. اکثر ما فکر می کنیم دشمن گفتگو کم حرف بودن است. اما دشمن واقعی چیز دیگری است. بیش از حد فکر کردن. ما قبل از اینکه حرفی بزنیم، آن را بارها در ذهنمان ویرایش می کنیم. مثل نویسنده‌ای که می خواهد اولین پیشنویس کتابش شاهکار باشد. در حالی که گفتگو امتحان انشا نیست. هیچ کس از ما انتظار ندارد کامل باشیم. جالب است بدانید اگر گفتگوی 2 دوست صمیمی را بررسی کنید، متوجه می شوید بخش بزرگی از حرفهایشان اصلاً خارق‌العاده نیست. گاهی درباره یک غذای ساده صحبت می کنند، گاهی درباره فیلمی که دیدند، گاهی حتی درباره اینکه چرا آسانسور ساختمان اینقدر کند است. اما چرا این گفتگوها جذاب هستند؟ چون واقعی اند. هیچ کدام از طرفین تلاش نمی کنند نابغه به نظر برسند. آنها فقط اجازه می دهند ذهنشان آزادانه حرف بزند. قانون 3 ثانیه. روانشناسان ارتباطات یک قانون جالب را مطرح می کنند. قانون 3 ثانیه. این قانون می گوید اگر اولین فکر مناسبی که به ذهنتان می رسد ظرف حدود 3 ثانیه بیان کنید، احتمال اینکه گفتگو طبیعی و روان ادامه پیدا کند بسیار بیشتر است. چرا؟ چون بعد از 3 ثانیه منتقد درونی وارد صحنه می شود. همان صدایی که همیشه می گوید این حرف خوبی نیست. صبر کن، بهترش را پیدا کن. نه، این را نگو. و عجیب اینجاست که معمولاً هیچ گزینه بهتری هم پیدا نمی شود. در نهایت فقط سکوت باقی می ماند. البته منظور این نیست که هر چیزی به ذهنتان رسید بدون فکر بیان کنید. عقل و احترام همیشه باید حضور داشته باشند. اما بین بیفکری و بیش از حد فکر کردن فاصله زیادی وجود دارد. بیشتر مردم در سمت دوم قرار گرفتند. یک آزمایش ساده. از امروز یک تمرین انجام دهید. هر بار کسی موضوعی را مطرح کرد، اولین سوال یا اولین نظری که به ذهنتان رسید و محترمانه بود بیان کنید. مثلا اگر کسی گفت من عاشق سگ‌ها هستم، ذهن شما شاید بگوید چه نژادی دوست داری؟ یا همسایه ما یک سگ دارد که نصف شب پارس می کند. قبلا احتمالاً دومی را حذف می کردید،
اما شاید همان جمله گفتگو را به سمت خاطرات کودکی، همسایه‌های عجیب یا حتی قوانین نگهداری حیوانات ببرد. هیچ وقت نمی‌دانید یک جمله ساده قرار است چه دری را باز کند. چرا با بعضی آدم‌ها هیچ وقت کم نمی‌آوریم؟ به نزدیکترین دوستتان فکر کنید. چند بار شده وسط حرف زدن با او ذهنتان کاملاً خالی شود؟ احتمالاً خیلی کم. دلیلش این نیست که آن دوست موضوعات جادویی پیدا می کند. دلیلش این است که شما کنارش احساس امنیت می کنید. از قضاوت شدن نمی ترسید. اگر حرف معمولی بزنید نگران نیستید. اگر شوخیتان بامزه نباشد دنیا تمام نمی شود. در اپیک کتاب دپو تقریباً خاموش می شود. هدف ما این نیست که فقط کنار دوستان صمیمی راحت صحبت کنیم. هدف این است که کم کم همین احساس آزادی را در گفتگو با دیگران هم تجربه کنیم. نه اینکه بی‌ملاحظه شویم، بلکه از زندان کاملگرایی بیرون بیاییم. چون بیشتر آدم‌ها اصلاً دنبال شنیدن جمله‌ای شاهکار نیستند. آنها فقط می‌خواهند با یک انسان واقعی صحبت کنند. در قسمت بعدی وارد مهمترین مهارت یک گفتگوی جذاب می‌شویم. مهارتی که باعث می‌شود حتی اگر طرف مقابل را برای اولین بار می‌بینید، احساس نکنید موضوعی برای ادامه صحبت ندارید. و شاید عجیب باشد، اما این مهارت خوب حرف زدن نیست، بلکه خوب کنجکاو بودن است. قسمت دوم، راز آدم‌هایی که با همه راحت گفتگو می‌کنند. آیا تا به حال با کسی روبرو شده اید که انگار با هر انسانی می‌تواند ساعت‌ها صحبت کند؟ فرقی نمی‌کند راننده تاکسی باشد، همکار جدید، فروشنده یک فروشگاه یا کسی که فقط چند دقیقه پیش با او آشنا شده است. بعد از پایان گفتگو همه احساس می‌کنند که از بودن کنار او لذت بردند. شاید با خودتان فکر کرده باشید حتما این آدم خیلی باهوش است یا حتما موضوعات زیادی بلد است. اما واقعیت چیز دیگری است. بیشتر این افراد اطلاعات خارق‌العاده‌ای ندارند. آنها فقط یک ویژگی مشترک دارند: کنجکاوی واقعی. تفاوت بین آدم‌های جالب و آدم‌های علاقه‌مند. ما معمولاً تلاش می‌کنیم آدم جالبی به نظر برسیم. دنبال جمله‌های هوشمندانه می‌گردیم، دنبال داستان‌های هیجان‌انگیز، دنبال شوخی‌های خنده‌دار. اما شاید مهمتر از اینکه جالب باشیم، این باشد که به دیگران علاقه‌مند باشیم. به این فکر کنید، آخرین باری که کسی با اشتیاق واقعی به حرفایتان گوش داد، چه حسی داشتید؟ وقتی فقط از روی ادب سوال نمی‌پرسید، بلکه واقعاً می‌خواست شما را بشناسد. احتمالاً احساس کردید ارزشمند هستید، دیده شده اید، درک شده اید. همین احساس است که افراد را دوباره به سمت ما برمیگرداند. نه اینکه چه جمله‌ای گفته ایم، بلکه اینکه چه احساسی در آنها ایجاد کرده ایم. هر انسانی یک داستان دارد. گاهی فکر می‌کنیم بعضی آدم‌ها خسته کنندند، اما شاید حقیقت این باشد که هنوز سؤال درستی از آنها نپرسیده ایم. فرض کنید کسی بگوید من حسابدار هستم. گفتگو معمولاً همینجا تمام می شود. آها، جالبه. اما یک فرد کنجکاو اینجا تازه شروع می کند. ممکن است بپرسد سخت‌ترین بخش کارت چیه؟ یا اگر بخواهی فقط یک باور اشتباه مردم درباره شغلت را اصلاح کنی اون چیه؟ یا چی شد اصلاً وارد این حرفه شدی؟ ناگهان همان شغلی که چند ثانیه قبل معمولی به نظر می رسید تبدیل به یک داستان می شود. داستانی درباره تصمیم‌ها، اشتباه‌ها، موفقیت‌ها و تجربه‌های زندگی. گفتگوی واقعی شبیه بازجویی نیست البته. باید به یک نکته مهم توجه کنیم. کنجکاوی با بازجویی فرق دارد. بعضی افراد پشت سر هم سوال می‌پرسند. انگار فرم استخدام پر می‌کنند. کجا زندگی می‌کنی؟ چند سالته؟ حقوقت چقدره؟ ازدواج کردی؟ بچه داری؟
این سوالها معمولاً احساس راحتی ایجاد نمی کنند چون هدفشان شناختن انسان نیست، فقط جمع‌آوری اطلاعات است. کنجکاوی واقعی از دل علاقه می آید، نه از روی وظیفه، نه برای اینکه سکوت را پر کنیم، بلکه چون واقعاً دوست داریم دنیای طرف مقابل را ببینیم. سوالهایی که گفتگو را زنده نگه می دارند. فرض کنید دوستتان می گوید آخر هفته رفتم شمال. بیشتر مردم می پرسند خوش گذشت و جواب هم معمولاً کوتاه است. آره خوب بود. پایان گفتگو. اما کافی است کمی عمیق‌تر شوید. کدوم قسمت شمال رفتی؟ بهترین لحظه سفرت چی بود؟ اگر قرار باشه فقط یک دلیل برای رفتن به اونجا بگی، اون دلیل چیه؟ هر سوال دری جدید باز می کند و جالب اینجاست که لازم نیست این سوالها را حفظ کنید. اگر واقعاً کنجکاو باشید، ذهن خودش آنها را تولید می کند. اشتباهی که تقریباً همه انجام می دهند. فرض کنید دوستتان می گوید دیروز اولین روز کاری من بود. قبل از اینکه او ادامه دهد شما می گویید آره یادمه اولین روز کاری من هم خیلی سخت بود و بعد 5 دقیقه درباره خودتان صحبت می کنید. ما این کار را از روی بدجنسی انجام نمی دهیم. فقط می خواهیم نشان دهیم احساس او را درک می کنیم. اما گاهی بهترین کار این است که کمی بیشتر در دنیای او بمانیم. بپرسیم بیشتر از همه چی غافلگیرت کرد؟ همکارات چطور بودن؟ اگر بخوای اون روز رو با یک کلمه توصیف کنی، اون کلمه چیه؟ میبینید؟ هنوز درباره همان موضوع صحبت میکنید بدون اینکه گفتگو را به سمت خودتان بکشید. آدمها اطلاعات نمیخواهند، تجربه میخواهند. وقتی کسی از سفرش تعریف می کند، در واقع درباره سفر حرف نمی زند، درباره هیجان حرف می زند، درباره آزادی، درباره ترس، درباره خاطره. وقتی کسی از شغلش صحبت می کند، در واقع فقط درباره حقوق و ساعت کاری حرف نمی زند، درباره آرزوهایش، نگرانیهایش یا حتی هویتش صحبت می کند. اگر بتوانید این دایه‌های پنهان را ببینید، دیگر هیچ گفتگویی سطحی نخواهد بود. تمرین امروز. از امروز تصمیم بگیرید در هر گفتگوی جدید فقط یک سوال بیشتر از چیزی که همیشه میپرسید بپرسید. نه 10 سوال، فقط یکی. اگر کسی گفت فیلم جدیدی دیدم، به جای اینکه بگویید من هم دیدم، بپرسید کدوم صحنه بیشتر تو ذهنت موند؟ همین یک سوال ممکن است یک گفتگوی 5 دقیقه‌ای را تبدیل به گفتگویی نیم ساعته کند. یادتان باشد، بیشتر آدم‌ها عاشق حرف زدن درباره خودشان نیستند. آنها عاشق این هستند که کسی واقعاً بخواهد آنها را بفهمد. و شاید بزرگترین راز یک گفتگوی ماندگار همین باشد. گاهی بهترین حرفی که می توانید بزنید یک سوال خوب است. چگونه هیچ وقت موضوع گفتگو تمام نشود؟ تا اینجا فهمیدیم که مشکل بیشتر آدم‌ها کمبود حرف نیست. مشکل این است که ذهنشان قبل از صحبت کردن بیش از حد قضاوت می کند. بعد یاد گرفتیم که کنجکاوی واقعی موتور یک گفتگوی جذاب است. اما هنوز یک سوال باقی می ماند. اگر تمام سوالهایی که به ذهنمان می رسید تمام شد چه؟ اگر طرف مقابل جواب کوتاهی داد چه؟ اگر احساس کردیم گفتگو به بنبست رسیده چه؟ اینجاست که یکی از قدرتمندترین مهارت‌های ارتباطی وارد می شود. مهارتی که شاید اسمش را تا به حال نشنیده باشید. اما تقریباً همه افراد خوش صحبت ناخودآگاه از آن استفاده می کنند. من اسم آن را می گذارم نخهای گفتگو. هر جمله چندین درد دارد. اجازه بدهید با یک مثال شروع کنیم. فرض کنید کسی به شما می گوید آخر هفته با برادرم رفتیم کوه ولی هوا اصلاً خوب نبود. اگر دقیق نگاه کنید این فقط یک جمله نیست. درون همین جمله چندین موضوع مختلف پنهان شده است. کوهنوردی، برادر، آخر هفته، هوا،
طبیعت، ورزش، سفر، همه اینها می توانند مسیر جدیدی برای ادامه گفتگو باشند. اما بیشتر ما فقط یکی از آنها را می بینیم. اگر آن مسیر بسته شد، احساس می کنیم گفتگو تمام شده است، در حالی که هنوز چندین مسیر دیگر وجود دارد. گفتگوی خوب شبیه رانندگی است. فرض کنید در حال رانندگی هستید. اگر یک خیابان بسته باشد، چه کار می کنید؟ ماشین را خاموش می کنید و وسط خیابان می نشینید؟ نه، خیابان بعدی را انتخاب می کنید. گفتگو هم دقیقاً همینطور است. اگر یک موضوع دیگر جذاب نبود، لازم نیست سکوت کنید. کافی است از یکی دیگر از نخ‌هایی که از قبل وجود داشته استفاده کنید. افراد خوش صحبت دقیقاً همین کار را انجام می دهند. نه اینکه همیشه حرف خارق العاده‌ای داشته باشند، بلکه همیشه یک مسیر جایگزین در ذهنشان دارند. یک تمرین ساده. فرض کنید دوستتان میگوید چند ماه دارم روی طراحی یک وبسایت کار می کنم، ولی مشتری مدام نظرش را عوض می کند. بیشتر مردم شاید فقط بپرسند پس کی تموم میشه؟ اما اگر بخواهید نخهای گفتگو را ببینید، چه چیزهایی پیدا می کنید؟ طراحی سایت، پاهارسد، مشتری، شغل، مدیریت پروژه، فشار کاری، صبوری یا حتی اینکه اصلاً چرا این شغل را انتخاب کرده است. می‌بینید از یک جمله حداقل 6 موضوع مختلف بیرون آمد. حالا اگر یکی از آنها جذاب نبود، 5 راه دیگر هنوز وجود دارد. چرا گفتگوها ناگهان می‌میرند؟ احتمالاً برایتان پیش آمده است. همه چیز خوب پیش می‌رود. ناگهان سکوت. بعد هر دو نفر فقط لبخند می‌زنند و هیچ کس نمی‌داند چه بگوید. خیلی وقتها دلیلش این نیست که حرفی وجود ندارد. دلیلش این است که هر دو نفر نخهای داخل گفتگو را ندیدند. فرض کنید کسی میگوید دیروز رفتم کنسرت. شما فقط میپرسید خوش گذشت؟ او هم میگوید آره، تمام. اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنید، کنسرت، خواننده، موسیقی، دوستانش، مسیر رفتن، جمعیت، هیجان، اولین تجربه، همه اینها موضوع هستند. گفتگو نمرده است، فقط مسیر اشتباه انتخاب شده است. هنر شنیدن واقعی بیشتر آدم‌ها موقع حرف زدن دیگران گوش نمی کنند. آنها منتظر نوبت خودشان هستند. طرف مقابل هنوز جمله‌اش را تمام نکرده، اما ذهن ما مشغول آماده کردن جواب است. به همین دلیل نصف حرفهای او را اصلاً نمی‌شنویم. اما اگر فقط یک عادت را تغییر دهید، کیفیت همه گفتگوهایتان تغییر می‌کند. وقتی کسی صحبت می‌کند، به جای اینکه دنبال جواب باشید، دنبال کلیدواژه‌ها بگردید. کدام کلمه انرژی بیشتری داشت؟ کجا لبخند زد؟ کجا صدایش هیجان زده شد؟ کجا مکث کرد؟ همانجا معمولاً داستان واقعی پنهان شده است. آدم‌ها به شما نقشه می‌دهند. نکته جالب اینجاست که بیشتر افراد بدون اینکه خودشان بدانند مدام به ما سرنخ می‌دهند. یکی می‌گوید دیشب تا 2 نصف شب بیدار بودم. اکثر مردم می‌گویند چرا؟ اما شاید سوال بهتر این باشد: ارزشش را داشت؟ یا این اولین بار بود یا همیشه اینطوری هستی؟ همین تفاوت‌های کوچک گفتگو را از یک مکالمه معمولی به یک گفتگوی واقعی تبدیل می‌کند. سکوت همیشه دشمن نیست. بعضی‌ها از سکوت وحشت دارند. فکر می‌کنند اگر 3 ثانیه هیچ کس حرف نزند یعنی گفتگو شکست خورده است. اما این درست نیست. گاهی سکوت فرصتی است برای فکر کردن، فرصتی برای لبخند زدن یا حتی هضم کردن حرفی که یه تیکه زده شده است.
اگر بعد از هر سکوت با عجله اولین چیزی را که به ذهنتان رسید بگویید، ممکن است بهترین قسمت گفتگو را از بین ببرید. پس از سکوت نترسید. از تمام شدن گفتگو هم نترسید. تا وقتی به نخهای گفتگو توجه می کنید، تقریباً همیشه مسیر دیگری وجود دارد. تمرین امروز. از امروز هر بار که کسی جمله‌ای گفت، قبل از پاسخ دادن از خودتان بپرسید: چند موضوع مختلف داخل همین یک جمله پنهان شده؟ ابتدا شاید فقط 2 یا 3 مورد پیدا کنید، اما بعد از چند روز تمرین، ذهنتان به طور خودکار شروع می کند به دیدن مسیرهایی که قبلاً اصلاً متوجهشان نمی شدید و درست از همان لحظه دیگر احساس نخواهید کرد که موضوعی برای گفتن ندارید، چون متوجه می شوید هر جمله دری است که به چندین گفتگوی دیگر باز می شود. اما هنوز یک نکته مهم باقی مانده است. فرض کنید حالا دیگر می توانید ساعتها گفتگو کنید. آیا این یعنی هرچه بیشتر حرف بزنیم گفتگوی بهتری خواهیم داشت؟ نه لزوماً. بعضی گفتگوها آنقدر سطحی هستند که هیچ اثری از خودشان باقی نمی‌گذارند و بعضی دیگر آنقدر سنگین می‌شوند که طرف مقابل آرزو می‌کند هر چه زودتر تمام شوند. پس سوال مهم این است: چگونه تعادل را حفظ کنیم؟ چطور هم گفتگویی عمیق داشته باشیم و هم فضایی صمیمی، راحت و لذت بخش ایجاد کنیم؟ در قسمت بعدی درباره همین راز صحبت خواهیم کرد. رازی که باعث می شود بعضی آدم‌ها بعد از فقط چند دقیقه گفتگو در ذهن ما ماندگار شوند، بدون اینکه حتی متوجه شویم چرا.